سلام خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال دنجر بابا و یه مهمون عزیز کریم. داش میسم یه معرفی بکن خودتو. بچه‌ها چطوری؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم که با داش محمد بریم ببینیم نه دارم لایک نشون میدم. با داش محمد برای بار 10,000م آجی ما الان فکر کنم این رکورد پنجمه که داریم استارت میزنیم و گیم ها کرش میکرد. مشکل از چی بود؟ فنای کیس خاموش بود، ما نمیدونستیم و سی پی یو داغ کرده بود متاسفانه. خوب کیس نسوخت. بریم یه لیتس پلی از بازی شیفت ات میدنایت. داستان این بازی چیه؟ داستان این بازی اینه که ما در نقش یک فروشنده در یک فروشگاه بین راهی هستیم و باید ماموریت ها رو انجام بدیم و داش اینترنت رو وصل میکنیم زحمت؟ آره اینترنت میخوایم. و اینکه باید ماموریت ها رو انجام بدیم، شلفا رو پر کنیم، مغازه رو تمیز کنیم و همین دیگه. یه ولاگ آپلود کردیم که دکور اتاق و اینا رو تغییر دادیم، برید حتما ببینید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. به قرآن اون وقت میگیم اینا مثلا $10 میگیرن واسه ویدیو، چقدر خفنه. آره واقعا کار سختیه، واقعا سخته. واقعا سخته. یه لایک و کامنت بذار داداش، همش درآمد و بازی کردن نیست. دهن سرویسی داره با پینگ اینترنت ایران. الان نگاه کن 1 ساعت ما منتظریم این گیم بیاد بالا. وات د فاک. دلارم 150 تومن. دلارم که شد 150 تومن و امیدوارم که درست بشه. اگه همینجوری پیش بره که دیگه بدبختیم. تو رو جون ناموست، تو رو هر کی دوست داری بیا بالا. دهن ما رو گاییدی تو. آخ داداش ببخشید نتم روشن نبود. با کی اومدیم چیزی بده. حالا 5 بار سیستم ریتوالمون یه بارم مشتی حالم خرابه. حالا اینا رو گذاشتم تو ویدیو میفهمی. شورت های سمی از این ویدیو من در میارم و میدونی که بعد چرا نمیاری خب کس. بالاخره ما تونستیم کانکت بشیم. امریکا 1993. Let's fucking do this. Head inside. برو داخل. چشم. اول اینجا رو لوت بکنیم. آجی ریدم فکر کردم یکی اومد. یه سکم اینجاست. مرسی. خب head to break room. چشم. check the noteboard. اوکی. خب آقا میسم، از اون جایی که من خوره انگلیسی ترجمه میکنم برات. Get a drink at the vending machine. Use trash bags to throw out limbs in the storage room. Mop the blood. Restock the incomplete shelf with box. خب میگه که یه نوشیدنی از ماشین بگیر، از ماشین نوشیدنی آشغالا رو از ماشین نوشیدنی یه دونه کوکاکولا بگیر بزن بر بدن. از پلاستیک زباله استفاده کن تا اتاق استوریج رو تمیز کنی، خونا رو تمیز کن و شلف‌های خالی رو پر کن. چشم. امر دیگه ای با ما نیست. خب ما اول بریم ببینیم که داستان چیه. خب خونا اینجاست. بچه‌ها من چون الان دارم تون میرم، چون من برای بار 5م دارم اینو رکورد میکنم. فقط این جارو داشته باشه. خب خونو که تمیز کردیم. من تو رو ندیدم. بذار یه بار یه دونه نوشابه هم بگیریم. Lure enemies into traps. ما ترپ کجا داریم؟ باشه این ترپ نبوده. نه خب میخوام بدونم ترپ های ما کجاست که این همش میگه فلان و از این داستان ها. خب بریم شلفا رو هم پر کنیم. حاجی این 1 ساعت طول میکشه ها.
من محمد رضا هستم، اسم کانالم دنجر بابا. چرا دنجر بابا؟ حالا دیگه نمیدونم. خب چه دلیل قانع مأموریت ما انجام شد. ایزی. بعدی چیه دو؟ بعدی سکه. چقدر سکه حاجی، پشمام. کجا بود اینو؟ کاش اینجوری تو ایران هم همجور میریخ رو زمین. آره نگاه. پشمام. خب موضوع بازی رو دو سه توضیح بده به ما. گفتم که به بچه‌ها اول. آره گفتی؟ آره توضیح دادم. ما در نقش یک فروشنده هستیم و اینم فروشگاهمونه خب و همین دیگه. این تسکا رو باید انجام بدیم تا let it replace you. یعنی چی؟ بذار دوباره یعنی تو رو- بسازتت؟ یعنی تو رو دوباره بسازه. آره اگه اشتباه فکر می‌کنم. اگه چی؟ دستاشو خوش کرد داداش. آها. شستن نمیشوری؟ خب خب آشغالا رو آشغالا حاجی. ما ترش بگ کجا داریم مشتی؟ چجوری می‌خوای؟ این گذاشته اذیتت کنه جی. حاجی من اینو میگیرم. نه وایسا. نکن تلاش. من اگه اینو 3 2 نگیرم 1. دنجر بابا نیستم. داداش نیست فکر کنم. فاینالی تو کامنتات دنجر اسپایدر. لطفاً مرسی. یکی دیگه هم اینجاست. خب pick up the trash. آها yes. خب چی شد؟ آشغالا رو جمع کنیم. Read intersection check out country. What؟ چی شده؟ There is no time limit to customer interaction. Scan یه چیز ID to open the real person profile in the. آها حاجی، یکی خب اومد. این داره به ما میگه که داداش من گیم پاز نداره. فاک. داداش یکی اومد. آها پاز داره. خب بذار اینجا رو به بچه‌ها نه بگم. نداره. آجی یه لحظه داداش مثل آدم صحبت کن. حالا الان بهش توضیح میدم. خب من اینو بندازم. آجی یه لحظه بمون، من الان میام. آجی کو صد آشغال. what the fuck. چرا الان باید مشتری بیاد؟ ای خب داداش ای. نه باید برم دم صد آشغال آخه میدونی. آشغالا رو که نمیندازم بیرون مشتی، باید بندازی سطل آشغال. خب داداش من اومدم. سلام. خب ما باید چی رو اسکن کنیم؟ اسکن the ID card on the. خب اینا رو کردیم تو پلاستیک براش. آها ID کاردش اینه. خب کلیک به اسکن. خب اسکن ساکسفول. خب داداش تو چی میشه معنیش؟ نه ساکی. خب من از اونجایی که گفتم سلطان این آقای کلود داوسون. کلایدی داوسون. خب مهم نیست چی میگه. خب میگه که اسکن اوکیه. خب خب برو این دیگه. چیه. سنگه داداش. 1 ساعت. خب داداش یارو رو ایرون نکن زود باش. خب من الان چیکار باید بکنم؟ این جعبه چیه اون چیه. آها خب مای کاپتن داداشمون پلیسه. خب چی میگه؟ میگه مای اوکاپشن یعنی چی؟ شریف of the best town in the west. بهترین برج. خب دیگه چیکار کنیم؟ bag item and accept the. ریجستر یعنی تاییدش کنه. خب من باید چیکار کنم الان؟ این چی players done. آها این پلیرهای داخل بازی منظورشه. خب اینم فکر کنم اوکی شد. آره
bag item and accept the transition. اینجا همینجا بالا کجا؟ آها. خب داداش میتونی بری. good luck. مشتری دوباره اومد. سلام دافی، چرا کچلی تو؟ what the fuck. دافی کچل نیده بودیم. خوبی دایی؟ حاجی زشت مشتریه. داداش من با مشتریام رفیقم. خب ببخشید من باید آیدی شما رو چک کنم و چند تا سوال ازتون بپرسم و ما که نمیفهمیم ولی خب اوکی. آها خب اینا رو بذاریم تو پلاستیک براش. اینم که اوکی بود همه چیز. میتونی بری شما خانوم. خیلی خوش اومدی. ما $8 دیگه اگه در بیاریم ماموریتمون کامل میشه. داش میسم دقت کردی؟ خب شما میتونی بری. فکر نکنم گیم تموم بشه، تازه هنوز شروع داستانه. آره ترسیدم. اینو من میگم مشکوکی. Use the computer to search names. Hey man, just grabbing some stuff real quick. No big deal. یعنی چی؟ آها ببخشید نه داداش هنوز اسکنش نکردم مشتی. آها داداش یه لحظه اسمش چیه؟ وایسا من اسمشو سرچ کنم تو کامپیوتر. اینجور نه اسمش پاک نمیشه. آها آورد. آها خب نیتسن کلودی. چرا عکس نداری؟ میگه اوکی یه تو خونه است و اینا. خب برو بعدی. خب وایسا ببینم. خونه است عکسش. این چیه داداش؟ آخه نمیشه الکی بکشیمش که. این که داره شغلشو میگه. آره فکر کنم. خب اینو داره میگه داداش یادش رفته تو خونه جا گذاشته. خب حالا چیکار میکنی؟ میکشیش؟ نمیدونم والا. تیشرتش قرمز اینجا داخل عکس. خب ولی اینجا آبیه. خب تغییر داره گان. اشمام داشت بذاری سر جاش. شما کارتو بکن آش خانوم تا من یه آشغالا رو جمع کنم. داشمون ریق شد کف مغازه. آجی چه گیم سختیه. همینجوری الکی باید بکشی. یادش رفته کارت ملیشو بیاره. خب داداش شبیه کارتش نبود مشتی. حرف حساب. آج خانم یه لحظه وایسی من اومدم. زود باش. آره استامینامون هم تموم میشه تو این بازی متاسفانه. چی؟ این صدا همین صدای جنراتور بود. خب ما برگردیم پیش داشمون. سلام دایی خوبی؟ نه اوه خانوم هیدر کیوتی؟ به من گفت کیوت داداش. میخوای مخمو بزنی دافی؟ آج خانوم بیا اینم لباسش. جولیت گرینجر؟ خب اسکن شد؟ آره live. Sorry I don't have anything to say about that. اوکی میگیم کجا زندگی میکنیم بهمون نمی. That's old photo. میگه که عکس هم قدیمیه. آره. خب تغییرش دادم و اینو. خب آخه رنگ موش فرق میکنه. تو اون بیا مشکیه. خب نه موهاش یکیه. آره چیکارش کنیم؟ برو. آره برو. من فقط مغازه رو تمیز کنم تا کسی نیومده. شاق حاجی وات صدا چیه؟ حاجی نکن با من این کارو. Hey man, I'm just down the road from your store. دارم تو جاده میام به سمت مغازه. My car won't start already.
Can you some help me? میتونی به من کمک Go the کنی؟ down road and help. ما فلش لایت رو برمیداریم. باید بریم به جاده پایینی و جاده پایینی کدوم وره حالا؟ همین ور برو، حالا یه راهی میشه. حالا پایین و یا آها این آشش. حاجی کاش گانو آورده بودیم. بردار بیار. من گانو میارم حاجی میدونی. وای وای این چی بود حاجی؟ خب نبود. فاک نه answer the phone. اوکی این هنوز اونجاست. چی کوفتی بودی؟ دادا خیلی حواست باشه. همینجا تیر رو بزن. من ریلود نبودم فکر کنم. نه ریلودم هست. یه خورده بزن. What the fuck برو. آها من فقط این یارو اومد نمیشه تیر بزنی. It's gone. داره میره یا داره میاد؟ It's gone. اون رفت. What was that؟ آجی نزنی یا چی؟ آجی دهن تو سرویس. خواستیم یه جارو. What the fuck. بگیر. اوکی داداش تو خیلی گنده ای. خب آقای کلوین لارسون بلش کن اسمشو. کلوین لارسون. خب کلوین لارسون شاپ. آها ما باید از اینام سفارش بدیم. خب آیتم بگیریم. ترپ. آره آجی بیچاره. میتونیم بمب بگیریم. میتونیم اینا رو بگیریم که در و پنجره رو باش بپوشونیم. و دیگه چی میتونیم؟ ویپن هم که نمیتونیم. خب ما الان چی بگیریم داداش؟ $50 بیشتر نداریم. بذار از اینا بگیریم. یه دونه از اینا میگیریم. جمعاً شد چقدر؟ 33 تا. یکی دیگه هم میگیریم. یک دیگه نداریم. خب چجوری میشه الان اوکیش کرد که بیادین؟ خب اوکی. خب داداش that's me. میدونم که تویی داداش. خب میگه که آره این منم. کپشن I work in یه جایی کار میکنه. Climbs mostly it's not exactly but pay. داداش شما چیکار کنم به نظرت؟ همه چیزش اوکیه دیگه داداش. خب ببین خودت برو دیگه. خوش اومدی داداش. خوش اومدی بازم بیا اینور. آجی اینا چیه؟ What؟ توش فعلا یه تی بکش. این چیه؟ Deliver has صدا سمت راست. آها یعنی چیز اومده داداش. آها این پوستره داداش. میتونیم اینجا چی بنویسیم؟ دنجر شاپ. شاپ اوکی. پارفیم پوستر. مرسی دنجر شاپ. بیاید دوستان این چیه اونور؟ آها داداش ماشین بار اومده باید درشو باز کنیم. بفرما اوه ترپ. ما اینو کجا میتونیم استفاده کنیم ازش؟ مرسی که بابت تحویل خوبتون. داداش شلفا فکر کنم. نه خب دیگه شلفا رو پر میکنیم اینجا. Fuck! Let one drop. آجی دراپ کن اینو. 60 ثانیه فرصت داری. دراپش کن دیگه. کجا باید برم الان؟ برو توی قایم شده داداش. داداش باید ترپ بذارم. ببند این کوفتو.
من الان باید بمونم همینجا یعنی light trap داش 30 ثانیه میخوای بری تو این چیزه. draw doors and get the weapon from the storeroom. اوکی یا بیرون حروم زاده. داداش برو تو اینه، تو این چیزه. تو این کدوم چیزه؟ همون سوراخه. اینجا؟ آره 20 ثانیه. 19 18 فکر کنم باید تو این 60 ثانیه ترپ رو میکاشتیم. فاک. داش الان یه مشتری اومد تو چی؟ مشتری نمیاد، فکر نکنم قرار باشه مشتری بیاد اینجا. داش تموم. left control تو الان فکر کنم باید crouch. ورش داری یا. نه داداش خواهش میکنم صحبت نکن. صدای میکروفون باید پایین باشه. باز نکن. با ول کن. صحبت نکن میثم. نباید زیاد بلند صحبت کنیم. به نظرت رفت؟ فاک. حرف نزن. الان چی کار باید بکنیم؟ حاجی اینجاست. حاجی بریم بیرون. ترپ زدم. اینجاست. بابا این چه کوفتی بودی و اومد تو صورتم. نمیاد از اول. نه داداش از اول که نمیاد ولی خب ریدم. حاجی خیلی سخته. خب you let one complete it's یه چیزی من خب باید کاراتو بکنی تو این 60 ثانیه تا اون بیاد. چی کار باید آقا اینا رو بذار. نمیدونم. خودت چجور؟ خب من از در پشتی میرم داخل نترس. اوکی. در پشتی حواسم نبود. خب به هنوزم میتونیم ببندیم. هنوز وقت هست. بابا فقط بذار درا رو سریع ببندم. همین یه دونه در هست. در زیاد داره خب اینجا. اون یکی تلرم بذار اونور. جا اون دره. این که باز نمیشه. نه. اینا نمیشه درست کرد. نه برو دادا. کجا در بود؟ همین. یه در از بیرون داشت. آره تموم. ایزی ترای هارد. شاید یه جا دیگه هم هست. نه هیچ جا دیگه نیست. خب. و ما نیاز داریم به ترپ کجا بذارم حاجی؟ حاجی خواهش میکنم. اومد تو که. اون یارو مشتری رو گرفت. خب این که اومد تو. کدوم؟ بابا همین اومد تو. این چجوری اومد تو؟ What the fuck? حاجی بزنم. من نمیدونم چی کار باید بکنم. What the fuck؟ میمیرم. نمیدونم راستش چی کار باید بکنم. فکر کنم باید صبر کنیم
بشه نمیدونم. دیدی اینو؟ تصویر؟ آره این که صورتش میاد هر دفعه که میمیریم. آره حاجی من درا رو بستم که خب چجوری اومد داخل این؟ میشکنه میاد خوب. چیو آها کجا باید گذاشتی؟ صبر کنیم داداش، فکر کنم شب تموم بشه. نه باز نشو، ببندش اینو. داداش باید درا رو ببندیم. خب emergency weapon what؟ اسلحه اضطراری؟ خودشون درا رو نبستی ها. کدومو؟ اون پشتیه؟ آره 2 تا در رو نبستی. what the fuck؟ نه اینو بستم، این بزرگه رو بستم. نه بازش کنین انو. نداشت همجا بدم. چه صدایی موش کرد؟ حاجی اصلا صداش خیلی بده. 10 ثانیه what the fuck؟ بدو وای الان چه گویی باید خارجی فکر کنم باید بهش دمیج بدم. آره کجاست؟ خیلی سخته، نمیشه اینو ایزی کرد. ایزی آره. ایزی آجی خب من نمیدونم چه گویی باید بخورم الان. همه در زدی؟ آره اوکی. اسلحه ها رو بردار بیار سری ای دهنت درگیرم آجی با خودم. ریلود کن. آجی یه ونت پیدا کنم بکپم توش آجی این چه انیه. سوالی نمیمیره؟ نمیدونم آجی کجا رفت. این چه بازیه سر؟ این چه انیه. ایزی بیا حرام بیا تو چرا رفتی عقب بی جلو؟ چرا نمیمیره این؟ بک اینساید
بالاخره چی شد؟ your shift is می‌دونی؟ done. داشت. خب میگه شیفتت تموم شد، بذار همه جا پارت رو دو. تمیز کن و برو خیلی میشه. خونه. گیمو که داداشتون دهنشو سرویس. شیفت ما تموم شد و دنجر بابا برد. مرسی. حال بود. خیلی باحال بود، گیمش خیلی قشنگ بود، یه ذره سخت بود، اینم مشتریایی بود که داشتیم. این آقا رو هم زدیم دهنشو سرویس کردیم، آقای نیتسن کلاون. خب دوستان مرسی که ما رو تماشا کردید، مرسی که ما رو لایک میکنید، حمایت میکنید. ارزش ترسای ما رو داره که یه لایک بکنید و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما ساب کنید و منتظر باشید که این ویدیوهای خیلی خفن و تاپ تو راه دیگه. اول راهیم، کمکمون کنید و کمکم. دوستتون دارم. داش میسم خداحافظی نداری؟ عشقید بچه‌ها، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. انشالله که ویدیوهای جدید. آره Let's go. ما رو داشته باشید، ما رو ببینید، ما برمیگردیم دوباره. میبینمتون، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.